علی هر شب قبل از خواب یه عادت داشت. پنجره اتاقش رو یه ذره باز میذاشت. میگفت صدای باد و بوی شب یه جورایی آرومش میکنه. اون شبم مثل همیشه چراغ رو خاموش کرد، رفت روی تخت و گوشیش رو برداشت تا یه سری پیام چک کنه. یه دفعه یه پیام ناشناس اومد. پنجره رو نبند لطفاً. علی جا خورد. فکر کرد لابد کسی شوخی میکنه. جواب داد کی هستی؟ پیام برگشت همونی که هر شب از پشت پنجره میبینیش. قلبش تند زد. سری رفت سمت پنجره. نگاه کرد بیرون. تاریک بود. هیچی دیده نمیشد. نه درختمون، نه حتی یه نفر. خونشون طبقه 3 بود. همینطور که مات و مبهوت نگاه میکرد، گوشی دوباره زنگ خورد. بهتره برگردی روی تخت. من هنوز تو اتاقم. منتظرت هستم. اگه میخوای ادامش رو ببینی، لایک کن تا پارت 2 هم بذاریم.